سلام خدمت دوستان عزیز، خوش اومدین به بازی گیم پلی نیت فور اسپید هیت. بریم با هم یه ماشینمون رو انتخاب کنیم و بریم یه دست با ماشین توی محل بچرخیم و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. لایک، سابسکرایب، کامنت فراموش نشه و باید صبر کنیم که این لودینگش تموم بشه که تموم شد. من یه توضیح بهتون بدم، این که توی بازی اگه میخواین ماشینتون که مثلا نیسان جی تی آر رو من بیارم، ماشینتون مثلا توی تقویت تا آخرین دیگه لولش تقویت بشه که بسته است، آنلاک بسته است، قفله، اینو باید با ماشین، با هر ماشینی که میخواین برین توی شب و مسابقه بدین که حالا ما اون کارو نمیخوایم بکنیم، به جایش یکی از ماشینایی که دوست دارم همین بریم داریم بریم تو شهر یه مسابقه ریزی باش میدیم. کمی باید صبر کنیم. آورد. خب نکنید من الان 5 تا نیتروژن دارم که تو حالت عادی اصلا این 5 تا نیست، مثلا تا 4 تاست. بزنیم یه نیتروژن بزنیم، یک و خیلی هم حس خوبی داره مثلا ببین بیل بورد رو وقتی آدم میزنه، حتما تست بکنید و بسیار لذت بهشتی آدم میگیره. خب آقا یه سر بریم یه مسابقه که توی مپ، من عاشق اینجا بناز، یه سر بریم اونجا. ولی عجب ماشینی نیسان جی تی آر خودش. من بیشترین ماشینی که واقعا ناراحتم توی بازی نیستش چیز اسمش چیه؟ بوگاتی. لامصب چرا بوگاتی نیستش؟ بوگاتی هم می آوردین دیگه. میدونم بوگاتی برای فورزاست، یعنی فقط تو بازی فورزاست یا نه اینو نمیدونم، ولی باحال میشد اگه میومد روی نیت فور اسپید هیت. بریم یه دست مسابقه بدیم، ولی تا دلتون بخواد تو این بازی ماشین لامبورگینی، بی ام دبلیو، بنز و پورشه هستش. این 4 تا ماشین بیشترین چیزو دارن. خب بریم یه دست مسابقه بدیم. من الان تقریبا لول 5 آره که هر ماشینی رو دادم میتونم تقویتش کنم. حالا این اسکیپا رو بزنیم. این نیسان جی تی آر هم اونقدر قوی نیست، ولی بریم چیکار بکنیم. بله نفر نهمیم که اصلا خوب نیست. برو کنار. ای نخورد. این سر پیچش اذیت میکنه لامصب، میخوره به دیوار. واقعا کسی اگه میدونه توی نیت فور اسپید میشه بازی رو دنده کرد، مثلا دنده 1 2 3 4 زد اینا، بگید تو کامنت ها. من که هر کاری کردم نشد، چون تو بازی دنده اتوماتیک دیگه، که من دنده 6م شنیده بودم که میشه دندهش کردم، واقعیت داره نه. نفر 5م رد کن دیگه. لامبورگینیه، لامبورگینیشو بنازم. این لامبورگینی تو بازی هست قدیمیه، من اونو خیلی دوست دارم، نمیدونم چرا. ماشین خفنه کلا، نمیدونم قدیمیه، بهش برو قدیمی باشه.
نفر پنجم نزدم، دور آخره. وای برو یه نگم بریم یه نیتروژن. بچه لایک، سابسکرایب، کامنت فراموش نشه و اون از این ویدیو لذت بده باشین. ببینیم آیا دور آخر میتونیم تا چقدر رتبمون رو بهتر کنیم. ای سوم، نه چهارم، سوم بود بهتر بود و تمام. خب با نیسان جی تی آر نتونستیم اول بشیم، هیچ مشکلی نره. من فقط الان چقدر پول دارم؟ رتبه چهارم شدم، 2 دقیقه و 2 ثانیه، 32,000 تا. ای بابا فراریه رو بنویسم. این فراری کجاست؟ من بگیرم والا. بله خب یه سر ما بریم به چیز، مغازه چیه، فروشگاه، همون هر چیزی که میگم. بریم از اینجاست پالام سیتی ریسینگ. بریم چقدر الان قیمت ماشینام. من اون فراریه رو واقعا حواس کردم بگیرمش. بعد داداشم فولکس واگن. خب اون فراریه کو، این ماشین هم من خیلی دوست دارم، بی ام دبلیو. خب پولم ولی نمیرسه بشه الان. جگوار هر چیزی بهش میگن. G63 جی مرسدس. خب بی ام دبلیو، شورلت، اینا همشون ریسینگ هن دیگه تقریبا. من یه دونه اینو من، نه این فراری نه، این بود، نه اینه. من اینو خیلی دوست دارم، نمیدونم چرا، یه دست باحالی آدم میده. 216,000 تاست. والا ما که نمیتونیم بگیریمش فعلا چون ویدیو یه طولانی میشه و اینا. به جاش من بریم چیزو بگیریم، اسمش چیه؟ این بی ام دبلیو که ردش کردم کو، اینقدر گرون نبود و ردش کردیم. واسه من کو، آره همین. نه این دوج هم عجب ماشینی خوبی لامس سنگین. این بی ام دبلیو واسه یه اسکرین شات چرا گرفت؟ 0.6 ثانیه است، خیلی کمه نسبت به بقیه ماشینش، ولی حس خوبی میده واسه. تا 243 تا میره. بریم برای خریدن یه ماشین که کلا 10,000 تا میخوایم، ولی ما باید یه دست ببریم با نیسان جی تی آر، که یه دست که نه 2 دست ببریم که پولش یه چیز بشه، اوکی بشه. یه دستم دوباره همینجا میریم این دفعه با یه ماشین دیگه که کونیگزک، میگه که خیلی ماشین خفن کنم، بهترین ماشین بازی اونه که من به زور خریدمش. قیمتش هم خیلی در مقابل ماشین بهترین ماشین ریسینگ خیلی خوبه قیمتش. که بذارم بیارم با رنگ انبه. چیکار میکنی؟ آره همین بود دیگه. آره همین بود. بریم برای یه برد دیگه، یه قشنگ لذت دیگه. ماشین خفنیه خودش، قبول کنیم. هم خوب میپیچه، هم خوب سرعت میگیره. فقط بعدش اینه که من کار اشتباهی کردم، میگه چرخش گذاشتم رو چیز، آخرین چرخش وقتی بذاری درگه، فکر کنم درک تایره، نه درک تایر، آره این وقتی میزنی ماشین پرواز که نمیکنه، یه جایی میاد بالا، یعنی تقریبا تک چرخ میزنه، همون دو موتور تک چرخ میاد همونطوریه. بذار مثلا یه من نیتروژن بزنم همین اول بازی نکن رفت بالا، بعد نمیشه کنترلش کرد، اینش بده. خب کنه اشتباه از منه، وگرنه اگه اینش درست کنم یه اوکی میشه ماشین. خیلی سریعه. فقط بهتون پیشنهاد کنم اگه میخوایم ریسینگ، مسابقه ریسینگ برید نیت فور اسپید و مسیرتون صافه، بزنید درکت تایر. اما که مسیرتون زیاد بیش و خم داره، اصلا درکت تایر به درد نمیخوره، چون
تا یه پیچ بخوایم بزنیم ماشین کم ماشین سرعتش کم بشه، میخواین زیاد کنین یه کارتون سخت میشه، احتمال برخورد داره. و ای نخور دیگه 180 تا چرا میره داشت دیگه 300 کیلومتر برو دیگه به نظرم 300. من با کنیتی بگم یه بار 350 توم رفتم. برو به نظرم نیتروژن تمامه میرسم بهش تا آغاز 3 دور مونده 3 دور دیگه فکر کنم. سر این پیچه این نامسته من میخورم بهش سرعتم کم میشه نمیدونم چرا. 170 متر باش فاصله داریم برس 314 کیلومتر. برو اگه خواستین که سرعت ماشینتون رو از رو مایل به کیلومتر شمار بردارین بهم بگین که حتما موضوعی براتون بذارم، چون رو مایل تقریبا یک مایل میشه 1.6 کیلومتر. نه درست گفتم یا نه. اولین به نظرم یه نیتروژن یه به نظرم ای رفت دیگه خواستم از این حکیتای خفن بزنم نشد. اشکال نداره بریم برای گیفتن اون بی ام دبلیو ماشین خفنیه. و تمام شد بناز. اگه گیم پلی بیشتری میخواین از بازی‌های مثلا گاد آف وار و گاد آف راگناروک و رد دد و مافیا 3 و اینا رو حتما بگیم بذارم. یعنی گیم پلی رو اشتباه گفتم. گیم پلی چه اشتباه توپو میزنم. خب فولکس واگن، والوو، شورلت فور و ببینیم پول ما رسید بهش. آره فکر کنم این ماشین هم لامصب شبیه سوپرا سزاره. نمیم سوپرا سزاره خب شبیه. بله این هم از این خریدیمش. و یه ماشین در چیزه در حال کلاسیک انگار کلاسیک دیگه فکر کنم. صورتش قشنگ گند زده. چیزه ماشینش 4 تا سرنشین داره. بس ماشین ریسی نمیشه بهش گفت. اینو حالا قوی میکنم براتون تو مسابقات بعد. یه مسابقه دیگه هم بریم یه ریس دیگه اینو براتون قوی میکنم توی پارتای بعد. یه مسابقه باش بدیم که قشنگ آدم حال کنه ها قشنگ لذتش ببره. خب الان باید با این ماشین فکر نریم بهتره چون خیلی سوازش کردم. نکنیم مثلا دیگه نیتروژن رو بزنید تا 100 کیلومتر میره. واسه وقتی CF2 تو 6 ثانیه است که توقع 8 ثانیه بریم 6 ثانیه طبقه ماشین رو از ماشینش بشه. این ماشین قشنگ خوراکشه که اسپورت بشه. خب بذار یه چیز بردارم با ماشین کونیگزویک چون خیلی چیز داره. بذار این نفر با ماشین دیگه بریم که پورشه. اینم بگیرید این پورشه 911 خیلی میتونید باز قویش کنید. و برای من سرعتش الان 336 کیلومتره. خب کار نداریم. من فعلا یه مشکل برام پیش اومده فعلا خودم. خب بچه برگشتیم یه دقیقه. من یه مشکل ریزی برام پیش اومد که آن داشتم گفت با کدوم ماشین بریم که من میگم خوراکش چیزه لامبورگینی یه قشنگی لامبو آدم از سیسش شورشو نشون بده گیلام هسته. سیسش نگاه کن قشنگ 63. یه دست مسابقه بدیم باشه بعد یه ویدیو رو تمام کنیم.
لایک سابسکرایب کامنت فراموش نشه و امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. عجب اسکینایی دارن لامصبا. آقای باری کنار دور شمیمولا بنادم اولا اون بگینه فکر نمی‌کنم قبل دیگه چیز بشه، دستی بکشه. نه اونقدر هم موضوعش سخت نیست، بعد میتونم اولش اونا که این بازی دارن میدن اولش 3 ماشین نشون میده که من 2 تا شدم. یه فورد موستانگ، یه دونش هم مزداست که یادم بهترین گزینه همون فورد موستانگه. کلا فورد موستانگ خفنه، یکی از بهترین ماشینای فورد به نظر من همین فورد موستانگ لامصب. خب آقا دومیم 3 دور مسابقه است. چقدر بد دارم بازی میکنم. ای نخواه بیرون. وای خب الان 2 دور دیگه مونده بنازم. اینجا خیلی بد دریفت میکشه، دریفت که دستی بنازم. 200 کیلومتر بنازم. برو نه پیش بیرون دیگه از طولان. برو بنازم این کار خوبه. بچه خواستم تشکر کنم از اینکه ویدیو چیز بود، فکر کنم نینجا رشه 2 بود پارت دیگه. خواستم تشکر کنم، خیلی ویدیو زیادی خورد. الان که ویدیو رو میگم فکر کنم 70 تا ویدیو گرفت فکر کنم 70 تا یادم نیست. باید تشکر میکنم بابتش ازتون که حمایت کردین، دستتون در نکنه. و هر کی ایده داشت حتما بهم بگه که چه بازی رو گیم پلیشو برم. و دیگه قول میدم که از این ویدیو به بعد دیگه هر روز ویدیو بزنیم تا آخر شهریور، تقریبا به مدت 1 ماه و 1 هفته تا آخر شهریور ویدیو داریم هر روز پشت سر هم. و بعد اون یه ذره دیگه وقتی مدارس شروع بشه ویدیومون چیز میشه، نمیدونم ویدیومون از اون میره دیگه، از حالت دیلی آپلود میشه تقریبا هر 2 روزه. یعنی مثلا اون موقع تو هر روز ویدیو داشتیم، این دفعه مثلا تو هفته کلا 3 تا یا 4 تا ویدیو داریم که یه روز میاد اخلاقشون توی یوتیوب میذاریم. حالا شدم مهر رو کامل هر روز گذاشتم، بستگی به مدارس داره، ولی قول میدم که دیگه ویل نکنم. و گیمی خواستین براتون بگیرم، کار ندارین. فعلا خدا نگهدار.